28 اپریل سالگرد اولین خونین‌ترین مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان است. این مناقشه یک سال پیش از 28 تا 30 اپریل سال 2021 دوام کرد. با 55 کشته و 240 زخمیش خونین‌ترین مناقشه نه فقط در مرز این دو کشور بلکه در تاریخ مناقشه‌های مرزی تمام آسیای مرکزی در قریب 100 سال اخیر دانسته می شود. مناقشه از بحث ساکنان دهه خوجه اعلای اسفره و دهه کوکتاش نویه بادکند در نزد ایستگاه آب تقسیم کنی معروف به گلاونوی آغاز یافت و اول به سنگ‌اندازی و در نهایت به تیرپرانی‌های شدید بین دو طرف پیچید. در تیرپرانی‌ها در نزد گلاونوی حتی شهردار اسفره بهاودین بهادرزاده از سلاح آتشفشان زخمی شد. زده‌خوردی اول در مرز اسفره با نویه بادکند آغاز یافته، بعدا به مرز نویه باباجان غفور و لیلک هم کوچید. تنها روز 1 می هیئت‌های دو کشور در مورد آتش بس به توافق رسیدند. هر دو جانب تا کنون یکدیگر را در آن مناقشه خونین گناهکار می‌کنند. ساکنان و نیروهای تاجیکستان در جریان زده‌خوردهای پایان ماه اپریل سال 2021 توانستند ایستگاه گلاونوی و برخی زمین‌های دیگری را که قرقیزستان قلمرو خود می‌دانست به دست بیارند و حتی تا به جماعت در بنبست مانده واروخ را بکشایند. بر اساس نتیجه های مذاکرات نیروهای هر دو طرف به موقع‌های قبلی خود برگشتند و ایستگاه گلاونوی یک منبع اساسی مناقشه‌های سال‌های آخر در مرز اسفره و بادکند نیز دیگر باره به زیر نظارت جانب قرقیزستان گذشت. بنا به حسابات مقامات دو کشور در جریان مناقشه پایان ماه اپریل سال 2021 از جانب تاجیکستان 19 نفر کشته و 87 نفر زخمی شدند. از طرف قرقیزستان 36 نفر جان باخته، 153 نفر دیگر جراحت برداشتند. با گذشت 3 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون حدود 330 کیلومترش تعیین و علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه ها امسال نیز ادامه یافتند. از اول سال 2022 در چند درگیری در مرز این دو کشور از جانب تاجیکستان 4 نفر با شمول 2 مرزبان و 2 ساکن اسفره کشته شده، از هر دو طرف بیش از 20 تن دیگر جراحت برداشتند.